سلام، من دانیال هستم. اینجا کانال کریپتولند. خیلی خوش آمدید. الان هر کسی میبینی از دوست و آشنا، خانواده، همه در حال بازی همستر هستن و در حال ضربه زدن روی صفحه نمایشگر هستن. توی این ویدیو میخوام بررسی کنم ببینم سکه مهمتره یا پرافیت مهمتره، کدوم کارت ها بازدهی بیشتری دارن و ترفندهایی بهتون معرفی کنم که سکه بیشتری بگیرید و حسابتون رو ارتقا بدید. دنیای ارزهای دیجیتال هر روز در حال تحول و راههای جدیدی برای کسب درآمد از این بازار به وجود میاد. یکی از این روش‌های جدید بازی‌های تاپ تو ارن مانند بازی همستر کامبات که حالا همه بازیکن‌ها در فکر افزایش پرافیت و موجودی سکه‌های خودشون هستن. این مدل بازی‌ها پس از موفقیت نات کوین پای خودشون رو به تلگرام باز کردن و مردم همه با امید به دریافت ایردراپ اونها روزانه بخشی از وقت خودشون رو به بازی این گیم اختصاص میدن. بازی همستر کامبات 11 روز پس از عرضه 1 میلیون بازیکن جذب کرد و حالا بیشتر از 150 میلیون کاربر داره. این بازی در پلتفرم ایکس خودش رو با واتساپ و اینستاگرام مقایسه میکنه و گفته که تنها در 72 روز موفق شده به 100 میلیون کاربر دست پیدا کنه. در حالی که همه منتظر قیمت احتمالی توکن همستر کامبات هستن، این توکن چند روز پیش به بازار پیش از عرضه صرافی کوکوین اضافه شد تا معامله‌گران بتونن با عرضه و تقاضا برای توکن همستر کشف قیمت انجام بدن. اما این توکن در بازار پیش از عرضه صرافی Gate.io هم لیست شد و حالا همه منتظر لیست شدن اون در صرافی‌های متمرکز هستند. پرافیت یا موجودی سکه ها رمز اصلی موفقیت در همستر کامبات چیه؟ همستر کامبات مدتی قبل توی یک اطلاعیه تلگرامی و یک ویدیو در یوتیوب اعلام کرد که اصلی ترین عامل برای تعیین مقدار دریافتی هر فرد از این ایردراپ سود ساعتی یا پرافیته که اهمیت داره. البته همستر گفته بود که عوامل دیگری هم در تعیین نتیجه نهایی نقش دارن که در آینده اونا رو هم اعلام میکنه. به خاطر همین عده‌ای صرفا اعتقاد به افزایش پرافیت دارن و عده‌ای تعداد سکه ها رو هم در این موضوع دخیل میدونن. به همین دلیل سطح کاربری لول خودشون رو به حداقل 9 گرند مستر میرسونن. در این مورد تصمیم با خود کاربره که چه تعادلی رو بینشون برقرار میکنه. اما اهمیت تعداد سکه ها در اینه که میتونه در افزایش هر چی بیشتر پرافیت به شما کمک کنه. حالا که میدونیم پرافیت اهمیت بیشتری نسبت به تعداد سکه ها داره، چطور میزان پرافیت خودمون رو در بازی ببریم بالاتر؟ کدام کارت ها پرافیت بیشتری رو بهمون میدن و در نهایت چطور سکه های بیشتری در بازی همستر به دست بیارید؟ برای اینکه توی این بازی پرافیت بیشتری کسب کنید، بایستی کارت های 4 بخش رو خریداری کنید و آپدیت کنید. آپدیت یا ارتقای کارت ها به این صورته که روی آنها کلیک میکنید و با خرج کردن سکه سطح یا لول اونها رو افزایش بدید. 4 بخش اصلی برای افزایش پرافیت در بازی همستر کامبات وجود داره. تعداد این کارت ها زیاده که ممکنه باعث سردرگمی شما بشه. برای اینکه بهترین کارت همستر رو بشناسید، مستقیم به سراغ اونها برید. در ادامه به مثال ها و محاسباتی برای شناسایی کارت های سودآور هر بخش میپردازید. خب کارت ها کجا قرار دارن؟ کارت ها اگر گزینه ماین رو بزنید، بخش مارکت، کارت ها رو میبینید. کارت های بازی بخش مارکت. در بخش مارکت یکی از کارت هایی که نسبتاً خوبه کارت فن توکن. این کارت که در سطح 13 بالای 19,000 تا سکه در ساعت به شما ارائه میده. برای مثال وقتی 55,000 سکه در فن توکن سطح 7 مثلا سرمایه گذاری کنید، روی 6 ساعت و نیم پول خودتون رو به صورت کامل دریافت میکنید و از این سرمایه گذاری شما سود کسب میکنید، یعنی سرمایه گذاری سودآوریه. این محاسبات رو قبل از خرید انجام بدید تا از بازدهی سریعتر اطمینان حاصل کنید. از دیگر کارت های نسبتا خوب این بخش کارت استیکینگ هستش که این هم سودی مشابه با سود فن توکنز میده. کارت بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم کارت وب اینتگریشن هستش. این کارت هم نسبت به سکه‌ای که پرداخت میکنید پرافیت خوبی دریافت میکنید و همچنین باعث میشه که توی کمتر از چند ساعت اون مقدار سکه‌ای که هزینه کردید از دوباره برگرده. کارت های دیگه به این معنا نیست که کارت های خوبی نباشن، اما این کارت هایی که الان بهتون معرفی کردم بهترین پرافیت رو بهتون میدن و سرمایه گذاری خوبیه و سودش هم بلافاصله توی کمتر از چند ساعت بهتون برمیگرده. بعضی از کارت ها هستن که قفلن. واسه باز کردن این کارت ها پایینشون نوشته، مثلا واسه من مارجین تریدینگ X75 قفله، میگه که پایینش نوشته که این مرحله رو باید تا این کارت رو باید تا مرحله 10 ببری که این کارت باز بشه. بخش بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم
سطر اول گزینه دوم هستش PR and Team، کارت های روابط عمومی و تیم. عنوان ضعیفترین بخش به این بخش میرسه، چرا که کارت های این بخش کمترین سود ساعتی رو نسبت به سایر بخش ها ارائه میکنن. مشابه اونچه که در مورد مارکت گفتیم، ابتدا نسبت به سود و سرمایه گذاری خودتون رو محاسبه کنید و هر کارتی که مقدار بالاتری از این نسبت رو داشته باشه توی اولویت بروزرسانی یا خرید خودتون بذارید. از جمله کارت هایی که نسبت خوبی داره و سودآوری خوبی داره، کارت کانسنسوس اکسپلور پس هستش. این کارت هم توی سطح 11 بالای 23000 تا سکه در ساعت ارائه بهتون میده، پرافیت ارائه بهتون میده. بهترین کارت این بخش محسوب میشه. ما بقیه این کارت ها در مقایسه با سایر بخش ها بازدهی خوبی ندارن. پس اگر میخواید کارتی رو آپدیت کنید، این کارت رو حتما توی اولویت خودتون و توی خرید خودتون بگذارید که سرمایه گذاری خوبی هستش. بخش بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم بخش لیگل هستش، بخش حقوقی. کارت های بخش حقوقی، این کارت ها هم بعضیشون بازدهی بالایی دارن، بعضیشون بازدهی خیلی کمی دارن. بعضی از کارت ها قفلن، باید یک سری کارها رو قبلش انجام بدید. مثلا فلان کار رو داخل مثلا بخش مارکت، فلان کارت رو توی بخش مارکت رو به فلان لول برسونید که این کارت باز بشه. اگر بخوایم ببینیم کدومشون بازدهی خیلی بالاتری دارن، کارت لایسنس ژاپن بینشون بازدهی و سودآوری خیلی بالایی داره. تو سطح 12 بالای 46000 سکه در ساعت بهتون میده. این کارت سودآورترین کارت این بخشه. بعد از اون لایسنس اتیوپیه که توی رتبه دوم قرار میگیره. حتما قبل از این که بخواید کارت های دیگه رو آپدیت کنید، این دو کارت رو آپدیت کنید که پرافیت خوب و سکه خوبی بهتون میده. بخش بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم بخش اسپیشیالز هستش، کارت های مخصوص، کارت های خاص. این کارت ها ارزش خیلی بالایی دارن، یعنی در ازای اون سکه‌ای که پرداخت میکنید پرافیت خوبی بهتون میدن و همچنین سکه ها بعد چند ساعت دوباره برمیگرده تو حسابتون میشینه. اما قبل از این که بخواید این کارت ها رو آپدیت کنید، باید بدونید که این کارت ها یک سری کارها و وظایف رو واسهشون انجام بدید. مثلا چی؟ مثلا یک نفر رو باید دعوت کنید، دو نفر رو دعوت کنید، 3 نفر تا 9 نفر هم داره. اما در ازای آپدیت کردن اینها پرافیت خیلی خوبی بهتون میده. حالا کدوم از این کارت ها سودآوری داره، کدوم کارت ها رو توی اولویت آپدیت خودتون بذارید؟ همه این کارت ها سودآوری نداره. اون کارت هایی که من الان بهتون میگم سودآوری خیلی خوبی داره، پس برید سراغ اونها رو دونه بدونه آپدیت کنید. اولین کارت پری مارکت لانچ هستش. کارت خیلی خوبیه. کارت پایینیش تون بالای همستر کمبات هستش که عکس یک همستر یه دونه ارز دیجیتال دستش گرفته. میاین پایینتر، کارت ابسنت لیستینگ هستش. این کارت هم سودآوری خیلی خوبی داره. کارت جفتیش بگدارانوف ایز کالینگ هستش. این کارت هم سودآوری خیلی خوبی داره. کارت پایینیش که من تازه بازش کردم USDT اون تون هستش. این کارت هم به نسبت سکه‌ای که پرداخت کنید پرافیت خوبی بهتون میده. سکه هاتون هم بعد یه مدت برمیگرده توی حسابتون میشینه. اما توی این قسمت کارت هایی هم هستن که سکه ازتون میگیرن اما پرافیت و چیز خاصی بهتون نمیدن. حالا کدوم کارت هستش؟ بیاید بالا. این کارت جوروگان پادکست هستش، مصاحبه با جوروگان. این کارت رو به هیچ وجه آپدیت نکنید، هیچ ارزشی نداره. یک کارت دیگه هم هستش، کارت لامبورگینی. این کارت هم به هیچ عنوان آپدیتش نکنید. این کارت هم در 1,000,000 سکه ازتون میگیره ولی هیچ پرافیت و هیچ ارزش خاصی نداره. این کارت ها رو به هیچ عنوان آپدیت نکنید. حالا میرسیم به این سوال که ارتقای یک کارت همستر به بالاترین سطح بهتره یا ارتقا متعادل کارت های پرسود؟ پاسخ این سوال میتونه تاثیر زیادی در افزایش پرافیت شما داشته باشه. توجه کنید که در این سوال در مورد کارت های پرسود صحبت میکنید. اگر بخوایم روی یک کارت تمرکز کنیم و سطح اون رو ارتقا بدیم، مثلا به سطح 15 یا بالاتر برسونیم، به جایی میرسیم که تعداد سکه زیادی برای ارتقا نیاز داریم و دیگر ارتقای اون صرفه نداره. بهتره که کارت های پرسود رو به صورت متعادل ارتقا بدیم تا پرافیت بیشتری دریافت کنیم. اما در ارتقای کارت ها حتما به میزان تعداد سکه‌ای که در قبال دریافت پرافیت پرداخت میکنه توجه کنید. این کار رو جوری انجام بدید که برای ارتقای کارت ها با کمبود سکه روبرو نشید. پس همواره به افزایش تعداد سکه ها و هم افزایش پرافیت توجه کنید. حالا چه ترفندهایی برای افزایش تعداد سکه ها در بازی همستر وجود داره؟
زمانی که پرافیت خودتون رو افزایش دادید، هر 3 ساعت یک بار باید به ربات بازی سر بزنید تا سکه های ایجاد شده رو جمع آوری کنید. برای مثال اگر بعد از 6 ساعت وارد ربات شدید، تنها پرافیت 3 ساعت رو دریافت خواهید کرد. به طور کلی بازی همستر کامبات سود چندانی با کلیک کردن به شما نمیده و همه چیز به پرافیت ختم میشه. اما با افزایش سکه های خودتون میتونید کارت های بیشتری رو خریداری کنید یا آپدیت کنید. به این نکات هم برای افزایش سکه های خودتون توجه کنید. اول از همه وارد قسمت از پایین اگه بخوایم بگیم گزینه 4 ارن بشین و این دونه دونه این تسک ها رو، این کارها رو انجام بدید. مثلا یه دونش گفته که 3 نفر رو دعوت کن که مثلا من انجام دادم. گزینه بعدیش گفته که داخل کانال اون عضو شو که من انجام دادم. کانال صفحه ایکس مون رو دنبال کن و هنوز انجام ندادم. یه گزینه داره دیلی ریوارد، جوایز روزانه. شما هر روز که میرید میبینید که مثلا من روز نهم 1 میلیون سکه، فردا میتونم 1 میلیون سکه رو بگیرم. هر روز میرید اینجا سکه های خودتون رو دریافت میکنید. این کارها رو انجام بدید، سکه های خوبی بهتون میده. از پایین گزینه 3 فرندز، این لینک رو واسه دوستاتون بفرستید، کسایی که بازی رو نصب نکردن این بازی رو بهشون معرفی کنید وارد بشن که کارت های بخش اسپیشیالتون باز میشه. گفتیم کارت های بخش اسپیشیالتون بیشترشون با وارد شدن نفر جدید، واسه شدن نفر جدید باز میشه. یعنی باید 1 نفر 2 نفر از دوستاتون، آشناهاتون، خانواده‌تون جذب کنید. مثلا با یه گوشی دیگه که بیکاره مثلا اونو جذب کنید که این کارت ها دونه دونه واسهتون باز بشه. حالا خودم مثلا 3 نفر رو دعوت کردم، کارت 3 نفره باز شده، ولی کارت 6 نفره داره، 9 نفره هم داره که اونا هم حداقل بعد 9 نفر یا 6 نفر عضو این بازی بشن که این کارت هم واسهتون باز بشه. گزینه بعدی که میخوام بهتون بگم، میایید توی قسمت ماین، میایید توی قسمت اکسچنج، ببخشید اینجا توی صفحه اصلی گزینه بوست. شما هر موقع زدید سکه هاتون جمع آوری شد، گزینه بوست رو میزنید. گزینه اول فول انرژی، این فول انرژی 6 بار بهتون فول انرژی میده. حالا فول انرژی چیه؟ یعنی 1 بار این گزینه رو که فعال کنید مخزن سکه‌هاتون پر میشه. یعنی سکه‌هاتون رو جمع آوری میکنید کامل، بعد از دوباره میاد یه دونه فول انرژی میزنید. الان من نگاه کنید، یه دونه فول انرژی میبینید. یه دونه فول انرژی اگه بزنم سکه‌هام دوباره فول شد. میتونم اینو دوباره جمع آوری کنم. این فول انرژی تایم داره، زده 22 دقیقه دیگه از دوباره میتونم اینو استفاده کنم. 6 بار اینو میتونید استفاده کنید. هر روز 6 بار این هم استفاده کنید و سکه هاتون رو هم بیشتر کنید و جمع آوری کنید. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که کد مورد رو هر شب وارد کنید. کد مورد ساعت 10:45 11 رو کم معمولا توی کانال های تلگرامی و کانال های اینستاگرامی پیدا میشه. میتونید راحت با زدن این گزینه ارن پیر تپ 3 بار بزنید روش، دورش قرمز میشه. راحت میتونید کد مورستون که یک کلمه چند حرفی هستش رو به صورت نقطه و خط فاصله وارد کنید و جایزه این رو هم بگیرید. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم کارت های کمبو هستش. هر روز 3 تا کارت متفاوت، این 3 تا کارت رو اگه پیدا کنید آپدیت کنید بهتون 5 میلیون سکه میده. این کارت ها رو چجوری پیدا کنید؟ معمولا توی کانال های تلگرامی، توی پیج های اینستاگرامی هم ساعت 4 5 غروب این کارت ها پیداشون میشه. این کارت ها هم دونه دونه داخل قسمت مارکت یا توی قسمت های دیگه پیدا میکنید. مثل این که من آپدیتش کردم، هر کدوم از کارت هایی که آپدیت کنید میاد توی این بخش 3 تاشون که در کنار همدیگه قرار گرفتن 5 میلیون سکه بهتون میده. امیدوارم که این پروژه همستر پروژه موفقی باشه و کسایی که اون رو نصب کردن، اجرا کردن و دارن ازش استفاده میکنن هر روز بهش سر میزنن، با این اپلیکیشن بازی میکنن. امیدوارم که سود خوبی نصیبش بشه. خودم هم دارم استفاده میکنم. امیدوارم که هرچی سریعتر توی صرافی‌های بزرگ لیست بشه و قیمتش هرچی که هست بالاتر بره و سود خوبی نصیب کاربرانش کنه. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حتما اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و علاقه دارید پیج من رو دنبال کنید، کانال من رو دنبال کنید، حتما سابسکرایب کنید که این کارها باعث میشه که من انگیزه بسیار بالاتری بگیرم و ویدیوهای با کیفیت تری در اختیار شما قرار بدم و اطلاعات خودم رو با شما سهیم کنم. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی برده باشید. موفق و سربلند باشید.